زندگی به آرزو شیرین نبود، زندگی را آرزو شیرین نبود. السلام علیکم بیننده عزیزی ما، السلام علیکم تماشابینان شبکه شهنام. من امروز ما طریق آینه نیروگین باز همراه شما هستیم. همراه شما آمدیم به دهه آقسای زمین برای تبریک کردن بابا جان عزیز، یکی از آن کهنسالان دهه آقسای زمین، فولاد بابا را و البته آنا جان عزیز عبادت بیبی را از این روز خرسندی جشن مولودشان تبریک میگیم. یک چند لحظه های خرسندی را پیشکش شما میکنیم، با ما باشد رفتیم. السلام علیکم پدرجان های عزیز، شاهسوتانی خاندان. حاضر ما فهمیدیم که در این آقسا یکی از آن بابا جان های کهنسال آقسای، البته پولاد بابا جشن زادروز داشتین. ما تبریکویی آمدیم از آمی فرزندان عزیز، از آمی نبیره ها، اگر بی‌ملال باشن یک تا نام ما تکلیف میکنیم. پولاد بابا علاجش باشد اگر با نزد ما تکلیف میکنیم. مرحمت همراهی عبادت بیبی، مرحمت همراهی آنا جانی عزیزشان شمایان را با نزد ما تکلیف میکنیم. السلام علیکم، مرحمت. السلام علیکم. السلام علیکم. Kizare ayolsun kizare. Kizare ama doğru da kasaram şu. Şirin de kapsanım, düşüneyim mi? Maalesef. Assalomu alaykum onajon aziz, ibodat bibi joni mehraboni xonadon. Ma shumoyonro tabrikgo'yi omadیم. امروز فولاد بابا نو جشن زادروز داشته نه؟ فولاد بابا چند ساله شدن امروز بیبی جان؟ 87. نه حالا 17 ساله دیگه چقدر پیر کرده بابا جان. امروز روزی خرسندی است، روزی خوشبختی است. امروز پسر کن کنی؟ امروز شمایان را تبریکگویی آمدیم از نام نبیره شیرینتان که در خارج بودیم. فرینوشکه شما را رو تبریک میکنیم از نام فرینوشکه، از نام اویله‌شان، از نام فرزندانتان، از نام رحیم بردی اکا، جهانگیر اکا، اینام جان اکا، سیمراد اکا، اکمل اکا و از نام خواهری مهربان مشورایتی، از نام نبیره های شیرین، از نام همه‌شان شیروز اکا، اویبک اکا، عمر اکا، دوست مراد اکا، جواهیر، فضاگیر. این بابا جان شما چخیم بای بدیدن نبیره های شمارشان نیست. اینها شما را گفتن که بابا جان ما از همه انسانی برای ما نیک، ما از دعای نیک آنها ما به چنین درجه ها رسیدیم. آنها هستند که دعا میکنند که ما چنین به مرتبه های زیاد رسیده ایستاده ایم. هر کجای دنیا که باشیم دعاهایشان برای ما مستجاب است. ما انسانی بایستیم که در سر ما همین خیل دعاگوی داریم، شاهسوتانی طلایی داریم در خاندان. هر دوی آنها فرشته های خاندان ما هستند، آفتابی زندگی ما هستند. میخواهیم که هیچ وقت کسل نشوند، دم پیری به انمخیل مانند یکدیگر همیشه یک جای پیر شوند، دولتی پیری را بینند. برای بابا جانم، برای پولاد بابا رسانید که جوان دو جوان مانید همیشه، سرور و شادمان مانید همیشه، ببینید روی صد را در راهی عمر، عزیزی مردمان مانید همیشه. امروز جشن زادروزتان بوده است، جشن مولودتان بوده است. از نام فرزندان عزیز، از نام تمام نبیره ها، از نام تمام خلق سمرقند و آقسای شما را تبریک میکنیم. هیچ وقت کسل نشوید. از ما دور پاندمی و فهمیدیم که برای انسانیت از همه مهمش سلامتی بوده است. میخواهیم که فقط سلامت باشند، هیچ وقت ناراحت نشوند، هیچ وقت کسل نشوند و فقط در سر فرزندها دعا گویند اگر برای آنها از همه بختی کلان همین بوده است.
برایشان رسانید که بابا جان ما در وقت خوردی کار کرده، مهنت کرده، برای ما فقط تحفه های ارزنده و بهترین را می‌آوردند. رحمت می‌گوییم. همین خدا خواهد اگر ما همین سال تا تیر ماه یک نیتی کلان کردیم که همراهی بیبی جان ما به زیارت کعبه الله روانه کردنی هستیم. خداوند عزیز کچو قوت یک ساق و سلامت گردن اگر ما به زیارت کعبه الله می‌فرستانیم و همین بابا جان و بیبی جان ما حاجیانا و حاجی بیبی گفتن جه زدن برای ما نصیب کند. برایشان رسانید که برای بابا جان عزیزم ای پدر ای مایه فضل و کرم، وصف نامت تا به گردون ها برم، کیست غیری تو اندر جهان می نهد دستی مروت بر سرم. ای پدر ای شاهستانی خاندان، وصف نامت لایق صد داستان، خامه ام عاجزی تفصیفت بود ای حلیم و ای بزرگ و مهربان. امروز روزی خرسندی است. فولاد بابا شما را از نام فرینوشکه نبیرتان تبریک میکنیم. فرینوشکه گفتند که من در وقت خوردی سال شیخ بودم، کمی ناراحت کردم، بابا جان ما عذر میپرسم، لیکن رحمت بابا که من به تربیت نقص دادن، من فقط راهی راست انتخاب کردم و مرا پیشبری کردن و فقط برای من دعاهای نقص و نیک کردن. بیبی جانم هم رحمت که ما از آنها اورنک و از آنها عبرت گرفته یک عائله خوشبخت را برپا کردیم. امروز روزی خرسندی و خوشبختی است. واسه در اینجا فضایی همینجا یک تا کتاب بود دستشون با یک تا قرصک میزنیم، همین زیارت کعبه الله کتابی قرآن را آماده کردن. مبارک باشد. مرحبا. مبارک باشد. نیز دستگلی زیبا برای عبادت بیبی جان. مبارک باشد. از نام نبیره های شیرین. حاضر بیبی جان عزیز همراهی فضاگیر هم صحبت شده. فضاگیر گفتن که همین بابا جان و بیبی جان هم پیر نشوند، پیساشون توپ کردن گیرن، امسال خدا خواهد یک تا توی کنن، توی من با برآمده تا نیت های نقص کنن. ما میفخریم که فرزند این خیر خاندان هستیم و آنها برای ما از همه بایگری بی‌بهاترین هستند گفتن و برای شما رسانید گفتن که مادر تو شعر بهترینی من، تو عطر یاسمینی من، تو ماه نازنینی من، خدای در زمینی من. ایا مادر فدایت من، بمیرم من برای تو، نه آید کس بجای تو، همه دنیا نمی ارزد بگرد خاک پای تو. ایا مادر فدایت من. البته عبادت بیبی جان عزیز الها همراهی بابا جان حیات خوشبختانه را بسر برید و هیچ وقت پیر نشوید. انم خیلی جوان گشته زیبین خیلی بزمهای زیبا باشید. حاضر در روزی خرسندی شما از همه پیش یک تنه بابا جان عزیز تبریک میکنید. بعد از آن از دیگران میشنویم. مرحبا. تبریک میکنید. مگزین ندیدم توی ندیدم چی تا دنیا ترگنچه ترین akajon umringizga umr bersin Allohning o'zi, qo'llagan sizlarning ajdodlar izi, minnatdor har yurt qizi. همه شمایان که به امروز به خرسندی ما جمع آمدید، من هم نیز خرسندم که امروز برادری و ینگملایم در این بزم جمشیدی در آغوش فرزندان، نبیرگان، جگر و جگربندان، خیلونان، ابیرگان، دوستان و نماینده های اهل دیه این خرسندی را گذرانده استودیم. ما از نام این نشستگان اولا به این گروهی من هم خیلی حرمت کرده به این روز خرسندی برادرم که گروهی این من شما گروهی چی هستی؟ تبریکا کرده آمده استودن به قدم اینا نخوشی و نپذیری ها کرده سربلندی خود را اظهار میکنیم و رحمت کلان میگیم. در این دوره دولت ما که برای انسانیت باز هم مهر و عاقبت را امسال گذاشت، باز من در این ایام نمایان شد. من از نام اهل خویشان، از نام همه فرزندانی که در اینجا نیستن از راه دور تبریک کرده
فرستادند. من برادر عزیزم و ینگمولای عزیزم را تبریک و سمنیت ها میگویم و این کس عمری دراز و صحت سلامتی بر دوام میخواهم و چینوی که بی کلان های ما و با کلان های ما از 103 گذشتگی عمر دیدگی اولاد میباشیم. من هم میخواهم که اینها باز و همون سن سال نصیب کند، توی های بیشمار نصیب سازد، این گروه خرسندی ها باز اشتراک کنند و نبیره چبیره ها باز هم زیاده شود. با جگر و جگر بندام هم یکشان برای حرمتی برادرم دایم منتدارم. من هم چون هر سحر میخیزم و یادم به یاد مادرم، گل به گل میپیچم و جیگر کبابم مادرم. من اگر گل میشدم گرد یکی حولیتان، من اگر خار میشدم در اطراف حولیتان. من خوش از ینگمولان منتدارم که این برادر عزیزی من که گم نشونم هم همیشه زندگی کرده دوام 63 ساله که در بستری بالشت محبت سر مانده، عزتی همدیگر را داشته. من به همین درجه رسیدگی شد منتدارم. الهیم 100 ساله باشه و شما هم پسران عزیز رحمت خرسر زنیم رحمت سلامت باشند. حاضر عبادت بیبی جان گفتن که ما را مغازین نبردن و نکردن. این گلهای زیبا از نام بابا جان عزیز برای شما. امروز روزی خرسندی است. امروز از نام پولاد بابا برای شما میگویم که حاضر در بیرون هم صحبت شدیم، نبیره ها گفتن که شوخی کردن. الان بابا جانم برای ما میگویند که اگر دویم بار به دنیا بیایم هیچ فکر نکردن همین آنا جانتون رو من با عائله میگیرم. و البته لایق بزرگ در این خصوص نوشته است که اگر یابم جوانی این دوباره تو را تنها تو را میخواهم و بس، به هر قیمت به هر قسمت که باشد تو را هرگز نخواهم داد بر کس. اگر یابم جوانی این دوباره بگویم با دلت افسانه ای دیل، و بینم با تو هر چی دیدنی است تو را بانو کنم در خانه ای دیل. میگویند بابا جان حتی قرصک زنیم شعر عاشقانه شون به رحمت سلامت باشند. حاضر آنا جانی عزیز وقتی که توی بود روزی خرسندی بود، در آن وقت مراسمی تاردوری نبوده، شمایان انسان‌های کهنسالی انا همین آقای زمین حاضر آن انانه را نو میکنیم، نیت میکنیم که 120 ساله میشویم. گفته هر دیاتان فقط شمعهایش را خاموش میکنیم و از آن شیرینی میبریم تناول میکنیم. بگذار که حیاتتان پر از خرسندی باشد. دمی پیری و دولتی پیری را دیدن مانند قله‌های بلند آقای زمین سربلندی برای شمایان نصیب کند. مرحبا تا تارت تیار کنیم. مرحبا تا تیار کردن تارت ها حاضر سخنهای تبریکاتی باشد میشنویم. ما واسه تارت ها رو تیار میکنیم. مرحبا. باشده katta ishlar boshida, shogirdlari bahodir, ter tikamiz qoshida. مرحبا. Boshida katta ishlar boshida, shogirdlari bahodir, ter tikamiz qoshida. مرحبا. حتی تبریک کنیم کهن سالان، آنها برای ما افسانه هستند. مرحبا. من چمک بخواه پولاد بابا ینگم کتی عمری دراز بینه، صحت سلامت باشه. این پسر خالم وقتی جوانی رفت و آمد ما زور بود تازه نزدیک شدیم، موضوع تازه نزدیکیم. الهیم 100 دوره سر فرزندات همه وقت باشم. صحت سلامتی عمری دراز بینم. رحمت سلامت باشن. مرحبا نتا تورت پیشش ما نزدیکتر بیاریم کنیم با تیار کنیم. گلدسته رو گیرید از دستی این فشاز وای کده شد هممون میگه بیا نگوز بیا حرمت کده
میره فقط امروز بابا جون و آمد جان هر بیاسا از شیرینی به هم میبینم مرحمت تا یاردم تیم کنیم مرحمت مبارک باشد خرسن زرم زدرس مبارک البته خوش از کلانسالان از کهنسالان یک تا دعای نیک گفتن برای ما فرض است. البته یک تا دعای نیک کنیم در این روز خرسندگی برای دسترخوان. مرحمت. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی آمین. الحمدلله رب العالمین. من امروز جشن فلوت بوم 87 ساله فلوت بوم دارم. فلوت بوم با عمر دراز رشد پدر نصیب روزی کردم. من همین ساعت عبادت کردم. عبادت 82 ساله. یک جد این بدولت شدم. حضور حالات نوارها بینم. حق نوارها را تصور دو عبور شانشان آوان نصیب روزی کردم. رحمت سلامت باشن. اکنون میرقصیم بیجانی عزیز میرقصیم امروز بابا جان تکلیف میکنیم. همچنین میرقصیم البته حاضر همه خسته سرود شکر ما تیار کردگی بیرون میبریم تراس و به حضور رقص خرسندی میکنیم و رفتیم.
زدم پاشا تا قدم زده ای ملاله‌ای آزادم خود رویم خود بایم در دشت مکان دارم هم قسمت و هم گویم در دشت مکان دارم هم قسمت و هم گویم ملاله‌ای آزادم ملاله‌ای آزادم خود رویم خود بایم بیا امید بچه حضرت داود پیغمبر همین بچه های اومدگی در مدد کنید برای امروز یک روزی بزرگی هر سالی همه روزی 22 ینور ما همینجا جمع میشیم. حالا همه روزی زادگاه قید کرسگی آدم اما که ما میشد. این آیلی ما همین اولادی ما گویم این اولادی عمری دراز میگه اولاد. ببین 96 فیصد به دار آمده همین کسال نشده هم تو قضا کردیم. بابام پدر همین عمکم هم 87 تا دار آمده و بسیار اکن وقتای پیش به زندگی کردگی عذاب کشیده هوایم در اون کسب زغرش نرسیده هم تو قضا کردگی. من یه آدم من 87 قدم مون حاضر بچی یاش برین حاضر هم بولی خر و پریده خودش میخواد خر خیلی کده میگرده
ای اولاد با یک پروفسور برآمدگی بود ایشان ردین وشکتگی بیولوگ هم خدمت نشان داده بیولوژی تاجیکستان ریسپوبلیکاش هم ازبکستان دکتر بیولوژیستی نو میگن اعضای پامهای بیولوژی در لنینگراد خوندگی دکترانتورا اسپرانتورا وای آدم هم یک 3 سال این پیش قضا کرد وای آدمی اهل علم همگروه با بسیار کار کرد Üniversiteti Tacikistan benim ilerim de korkar. O an şogirdey hamu peşame bakondeli. Ya hami avlu mohan Nuruddin po polkovnik, prolog buramadaki doktor Yusuf ki o hazır vay pensiya bu buramadan var. Vay dar Rusya fondagi bu. Hazır dar Peter Korki esas. Vay kasam mama şavul telefon kadar gukki ama kama tabrik kınıyor. Akın vay rayı durba. Май февралда мебиём баъд ҳар омада иша якта баракишта хатм карда хештаворо ҷамъ мекунем ман мехостам ки ҳамин амакамам умри ҳамон бирима бинад таи сад ба дарояд мо ҳама ҳами хештаворо иттифоқ ва янгамам фақат як умри хизмат кардагӣ занашон чунки ёдамам чӯпон шудагӣ даври савхозӣ калхозӣ ба постельни кори чӯпонӣ то 1000 та гӯспанди давлата пойдагӣ ин ҳозир мо 23 та гӯспанда ба ҷарика наметонем ин кас як умри хизмат кардагӣ инсон агар хизматҳои ёдамо агар пеши назар биёрад одам ҳозир ёшои кора кардан мебинед ки мо ба ҳамин азобу машаққат зиндагӣ кардагӣ қариб 11 та фарзандаш аст ҳозир чандташ дар Россиё кор кесад чандташ ҳамиҷа ба худо ба шукр асlan давлати инсон ин фарзанд набераҳо нав дидед ку ман бо ошаратам нашуд ки вай кунам оғӯш кардам то вай кунам гапҳои янгам ба дилам ганда шуд гуфт ку магазина надидам вай надам маънои гапи аввал ки як умри меҳнат кардем бояд шава гуфтаги маҳаликати гап зиёсас вай آنان که کهن بودند و آنان که نوند هر یک پس یک دیگر یکایک بشوند این ملک جهان به کس نماند جاوید رفتند و رویم و باز آیند و روند دوستان عزیز این بودن یک لحظه خرسندی کهنسال دهه آقسای همراهی نفرانی که بسیار هم علمشان زیاده است همراهی آنها هم صحبت شدن برای ما جهان بینی را وسیع کردند هر نفرانی که هستند در این روزهای خرسندی البته با ما مراجعت کنید در آن روزهای خرسندی شما رفته ما با چنین کیفیت اعلی در خاندان شما مهمان میشویم برای مهمانداری رحمت رویتون طرف ما با سلامت باشند خیر مالش زلفت خم خم زدای کاشات قلم زدای کاشات قلم زدای آچیق خشرو شده روی دلم غم زدای روی دلم غم زدای زلفت خم خم زدای خاشات قلم زدای خاشات قلم زدای عاشق خشرو شدیم روی دلم غم زدای روی دلم غم زدای خاشات قلم زدای زلفت خم خم زدای خاشات قلم زدای زلفت خم خم زدای
قلم زدیم عاشق خشمو شدیم روی دل ما زدیم روی دل ما زدیم پاشا تا قلم زدیم زلفت قلم زدیم پاشا تا قلم زدیم زلفت